غلامرضا قاسمیان مدعی کسکش جمهوری اسلامی اومده گفته که دیگه به جای آنتالیا مردم بهتره که برن مکه و مدینه. چرا؟ چون کاسبان و قاسبان کعبه خانه های فحشا رو فراهم کردن که دیگه مردم اونجا میتونن راحت باشن. خواستم بهت بگم کسکش بی‌ناموس، تو خودت توی یه ویدیو ازت هست رفتی به یه خانه فحشا تو ایران سر زدی، سر که نزدی رفتی تو موندی، تو رفتی چی کار کردی خدا میدونه. بی‌ناموس شما اینا رو تو ایران عادی کردین. حداقل تو عربستان سعودی اگه یکی این کارو میکنه به خاطر اینکه خودش میکنه، چون دولت همه چیز در اختیارشون گذاشته، انقدر بهشون پول میده که نیاز نداشته باشن به این چیزا. پس گم میخوری بی‌ناموس، میری تو کشوراشون و گوه خوری میکنی. حروم زادا اگه بده پس نرین. کسکش تو از کجا میدونی که تو آنتالیا چه خبره؟ ما که بودیم چیزی ندیدیم. مکه و مدینه هم حتما رفتی دنبالشون، رفتی گشتی پیدا کردی دیگه.